حكا منطقیم و خلا محمدین زید و دیو زرعی به نوت یروشلایم. مسیحیان بیبلیا را بعد چندین تحریف‌ها به دو قسم جدا کردند: بیبلیای عهد قدیم و بیبلیای عهد جدید، و در جوهر اساسی خود خدا را در سه شکل پدر، پسر و روح القدس قرار دادند. یادآور می‌شویم که بیبلیای عهد قدیم با زبان عبرانی است، یعنی با زبان مردم یهود، و بیبلیای عهد جدید با زبان یونانی است. بعداً بیبلیا به زبان‌های انگلیسی و دیگر زبان‌ها ترجمه گردید. اکنون برمیگردیم به اصل موضوع. روحانیان مسیحی ادعا دارند که محمد در بیبلیا ذکر نیافته است. جواب این است که شاید این روحانیان مسیحی تنها ترجمه بیبلیا را خواندند، آن را با زبان عبرانی مطالعه نکردند. آنها بیبلیا را با زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها مطالعه نمودند. شاید با زبان عبرانی خوانده اند، اما مفهوم کلمه محمد را با دیگر طرز قبول کرده اند. بیایید اول به این آیه‌ای که در بیبلیا با زبان عبرانی آمده است گوش می‌اندازیم تا ببینیم نام محمد صلی الله علیه و سلم چقدر واضح بیان شده است. در باب غزل‌های سلیمان فصل 5 آیه 16 آمده است: حکا منطقیم و خلا محمدین زید و دیو زرعی به نوت یروشلایم. طور دیدیم نام محمد صلی الله علیه و سلم واضح بیان شده است. لکن ببینید مسیحیان این آیه را چگونه ترجمه کردند و به جای کلمه محمد چی را گذاشته‌اند. او خیلی شیرین دهان است. بله، او کاملا دوست داشتنی است. این محبوب من است و این دوست من است، ای دختران یروشلیم. طور می‌بینیم آنها به جای کلمه محمد عباره کاملا دوست داشتنی را آورده اند. یعنی در وقت ترجمه بیبلیا از زبان عبرانی به دیگر زبان، در این اثنا نام محمد را نیز ترجمه نمودند و تو در وقت خواندن ترجمه بیبلیا درک کرده نمی‌توانی که گپ درباره محمد رفته ایستاده است. خیر، بیا ما از ترجمان آنلاین استفاده می‌بریم. ما داخل می‌شویم به غزل‌های سلیمان فصل 5 آیه 16. ما از آیه 16 همان کلمه را که میگویم محمد است نسخه برداری میکنیم. عادتاً ترجمان‌های آنلاین حتی اسم خاص را در جمله ترجمه میکنند. از این خاطر ما تنها کلمه را نسخه برداری کردیم و آن را در ترجمان گوگل بین زبان‌های عبرانی و انگلیسی و دیگر زبان‌ها میگذاریم که آیا آن را ترجمه میکند و یا در شکل خودش میگذارد. مرحمت ببینید، ترجمان گوگل آن را به ما ترجمه نکرده است، بلکه محمد را گذاشته است، نام محمد را صلی الله علیه و سلم، و حتی با دیگر زبان‌ها. در اینجا محمدیم گفته شده است. ایم در کلمه محمدیم شکل جمع برای احترام است. این در زبان عبرانی خاص است. بغیر از این آیه باز در بیبلیا چندین آیه های دیگر وجود دارد که به محمد صلی الله علیه و سلم تعلق دارد و حالا ما چندی از آنها را پیشکش شما می‌گردانیم. در بیبلیا در انجیل یوحنا عیسی میگوید: من هنوز برای شما بسیار چیزهای گفتنی دارم، لکن حاضر شما برداشت او را ندارید. اما وقتی که او روح حقیقت بیاید، شما را به سوی تمام حقیقت ها راهنمایی خواهد کرد. او از پیش خود سخن نمیگوید. هر آن چیزی که به او رسانیده شود او همان را میگوید و او شما را با خبر میسازد از آن چیزهایی که آمدنی است. او مرا عزیز میداند، زیرا که هر آن چیزی که از من میفهمد شما را با خبر میسازد. اگر نفر از ترجمه حال پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه باشد، او درک میکند که این آیه ها نقطه به نقطه با پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلق دارد. مسیحیان ادعا میکنند که این آیه ها به روح القدس یا روح مقدس تعلق دارد، یکی از اقنوم های سگانه. عیسی گفت او روح حقیقت بعد من می آید. مسیحیان میگویند این روح القدس است و مسلمانان ادعا میکنند که این محمد پیامبر است.
хуб, мо ба таърих назар меандозем ва мебинем баъди Исо кӣ омада аст ва чунин қаҳрамониҳоро анҷом додааст. хуб, таърих мегӯяд, дар ин муддати 2000 сол ягон чизе ба унвони Рӯҳулқудус наомадааст, ки ба чунин амалҳо даст ёфта бошад, ба ҷуз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ёдовар мешавам, ки масеҳиён Исоро писари Худо медонанд ва Рӯҳулқудус ё Рӯҳи Муқаддасро Рӯҳи Худо медонанд. яъне Падар, Писар, Рӯҳулқудус дар маҷмӯъ уқнуми сегона мегӯянд. боз дар мавриди Рӯҳи Худо чандин бофтаҳои дигар баровардаанд. ин филмро ба шумо шаҳри инсоният пешкаш кард. барои видеоҳои бештар бо мо бошед.